ما جلسه دارم مصروفت. جلسه ایده چی کنم من؟ شیخی نزن شیخی نزن. بله سلام. علیکم سلام استاد، آماده هستیم؟ ما به جلسه آماده هستیم انشالله. درست است، تشکر، فعلا وقت خوش. خوب شد آمد لالا. سلام دادن خیاط نداری. سلام برسه محترم. ببین لالا میخوایم امرایت گپ بزنم. لالا جان ما تمام ما در خانه زندگی میکنیم. همه ما سر یک دیگه خود حق داریم. اما من کلا در این خانه به ارزش هستم. هیچ کس برام توجه نمیکنه. صدای تو بیار پایین. چرا پایین بیارم؟ چرا؟ ولا قوت. ما ارزش زندگی خوب ندارم. صدای تو میشنوم. همسایه دیروز هم پرسان کرد که خانه تو سر صداست نه؟ باش که بشنوم. ما حالا فعلا برای که ما جلسه دارم پسان باز بیا میشینیم آرام گپ میزنیم. حال برای بیرون. تمام روز جلسه، تمام روز کار. لالا از کار که ما این خانواده هم هست. شما یک روز پرسان کردین که لالا چی مشکل داری؟ در خانه هم مشکل دارم که کسی برام توجه نمیکنه. در مکتب من مشکل دارم. حتی راه رفتن نمیتونم، مکتب رفتن نمیتونم، کرایه راه ندارم. هفته گذشته 1000 ندادم. چی کردی؟ من جوان هستم. تو 5 نفر مصرف 5 نفر دیگر هم که خود مصرفش میگیری. من نگرفتیم. از اینجا تا مکتب چند ساعت راست؟ خسته هستم. امی ذهنم هیچ کار نمیکنه. من از کل زندگی خسته هستم. هیچ کس هم نیست که در این خانه پرسان کنه که چی میگذره. یک روز پدر و مادر خود با خودت لالا تمام راه، تمام آرزویم، تمام توقعیم از توست. میخوام تو بر من توجه کنی، از مشکلاتم بپرسی. ما جلسه دارم مصروف هستم. جلسه ایده چی کنم من؟ شیخی نزن شیخی نزن. برای گم شو. برای حالا برای گم میشه. هر روز یک داستان قصه. اما با امید اون روزه که باز پشیمون نشی. میگم برای میخیزم باز با جانت.
درست از من سعی تلاش کوششم میکنم. ما از ساعت 7 صبح تا 7 شب و 8 شب ما مصروف هستم. پیشتر به امرای برادرم ما جنجال کردم به خاطر این موضوع. راست هم میگه و این خب رسول خدا میگه صلی الله علیه و سلم که انسان باید به همسر خود، به فامیل خود، به رفیق خود، دوست خود وقت بده دیگه، ولی هم دمی مصروفیت کاری میگذره. بر صورت به خودم وقت خوش میخواهیم. خدا حافظ. اینم نیم ساعت جلسه بعد از وقت. Wise. جلسه چی کنم من؟ چیخ نزن. نه ساری. خواهش میکنم خود دیگه چی هست؟